حضار گرامی، برادران مومن، در آستانه آمدن ماه مبارک رمضان قرار داریم. مناسب است برای مسلمان ها به فرا رسیدن این ماه پربرکت چی ضروری هست که عبارت از دست هماهنگ داده، یکی با دیگه مساعدت و کمک کرده در باب توصیه به خیر و توصیه به حق با برادرای مسلمان و خواهرای مسلمان خود سخن شریک بسازیم و مردم تشویق و ترغیب بدیم که در این ماه مبارک رمضان که ماه قرآن است با این کتاب الله تبارک و تعالی رابطه خود قایم بکنیم و بتانیم که در این ماه مبارک رمضان چند ساعت خود برای درس قرآن کریم اختصاص بدیم. رمضان مبارک کدام ماه است و ما به چی چیز مکلف هستیم و برای چی مکلف هستیم؟ رمضان مبارک هم یکی از اوقات منتخب شده در بین زمانه ها و اوقات است. اوقات کلش از الله تبارک و تعالی است، اما وقتی که الله خیلی دوست داره، الله بنده خود میخواه که در او اوقات یقینا او نمایان شود، جلوه بده از بندگی خود. این اوقات کدام وقت است؟ رمضان مبارک یکی از این اوقات است. الله تبارک و تعالی میخواه بنده ای که در طول سال از پیشش قصور و کوتاهی شده، از پیشش خطا شده، از پیشش لغزش ها شده، میتواند در این وقت به الله تبارک و تعالی خود اظهار بندگی کامل بکنه، به الله خود عجز و عاجزی بکنه، به الله خود راز و نیاز بکنه، به الله خود امتحان بده که یا الله تبارک و تعالی بله انسان هستم، در محل خطا، در محل لغزش ها، در محل قصور و کوتاهی قرار دارم، ولی آنقدر اسیر و غلام همه خواهشات نیستم که من همه وقت نعوذ بالله از بندگی تو برایم. نه، من بنده توستم. از امو خاطر رمضان مبارک بهترین فرصت است، اشرفترین فرصت است در عمر زندگی یک بنده مؤمن. یقینا او بنده ای که از صبح صادق از همه آن چیزی که وجودش تقاضا داره، از همه این چیزا صرف نظر میکنه، لحظه بعد از لحظه. بطن از او تقاضا داره، چشم از او تقاضا داره، گوشت تقاضا داره، زبان تقاضا داره، اعضایش تقاضا داره، اما این تقاضاهای اعضای خود زیر پا میکنه و این فقط در بند بندگی الله قرار میگیره. یقینا انسان مؤمن در رمضان مبارک درس بندگی را یاد میگیره.